ممنون که توی تمرین امروز شرکت کردین. اول از همه بریم سر لیست کلمات. drive یعنی استخراج شده. facilitated یعنی عمل میکرد. witnessed یعنی شاهد بود. interpreted یعنی تفسیر شده. surge یعنی افزایش شدید یا جهش. located یعنی واقع شده یا قرار داشتن توی یک جایی. confidence یعنی اعتماد به نفس و functioned به معنی عمل می کرد بود. خب بریم سر متنمون. میگه the first millennial BC، هزاره اول از قبل از میلاد. جا خالی اول رو داریم، میشه witnessed، شاهد چی حالا؟ witnessed the rise of major trending hubs like Tyre and Sidon. میگه شاهد ظهور مراکز تجاری بزرگی مثل این تایر و سایدن بود. which not only که نه تنها جا خالی دوم facilitated the exchange of goods but also became centers of cultural and technological exchanges. میگه نه تنها مبادله کالا رو تسهیل میکرد بلکه به مراکز تبادل فرهنگی و فناوری هم تبدیل شد. اینجا یه پوینت گرامری یا بیشتر پوینت رایتینگ داریم. از not only but also استفاده کرده. وقتی همچین چیزی رو میاریم یعنی میخوایم 2 تا پوینت یا بیشتر از 2 تا پوینت در مورد یه چیزی رو منشن کنیم. وقتی میگیم not only بعدش اون شاخص اصلی موضوع رو میاریم و در ادامهش but also شاخص های دیگرش رو میاریم. در ادامه به همون گفته these trending posts were strategically located along the coastlines. پس جاخالی سوم میشه located و داره میگه این پست ها به طور راهبردی در امتداد خطوط ساحلی واقع شده بودند. allowing for the efficient movement of goods, ideas and people. و امکان جابجایی مؤثر کالاها، ایده ها و مردم رو فراهم می‌کردند. در ادامه میگه the success of these trending routes یعنی موفقیت این مسیرهای تجاری چیکار کرد؟ catalyzed economic growth، باعث رشد اقتصادی شد. و در ادامهش گفته leading to a جا خالی چهارم surge، leading to a surge in urbanization as ports grew into bustling cities. میگه اینا باعث رشد اقتصادی شدن و به افزایش شدید شهرنشینی منجر گردیدن چون که بندرها به شهرهای پر جنب و جوش تبدیل شدن. ممنون که توی تمرین شرکت کردین. شب خوبی داشته باشین.